به نام خدا. سلام بر بینندگان عزیز. آیا میدونین که اگر بیننده برنامه ما هستیم به این معنیه که خیلی خوش سلیقه این؟ چطور این خوش سلیقه ها؟ امیدوارم همیشه تندرست باشین. ما مردا خیلی مردیم. مرد وری خور بالاتر میشموریم، مرد وری دستور میدیم، مرد وری زور میگیم، مرد وری خور رئیس خونه میشموریم، مرد وری لطوکوب میکنیم، مرد وری از زور بازی خصوص استفاده میکنیم، مرد وری زن خور نمیگذاریم کار کنه، بعد پول و معاش خور به رخی رو میکشیم. خلاصه مردانه زندگی میکنیم. نمایش ببینیم. خانم جان. بله. خانم جان. بله. خانم جان. بله بله بله. همین کت مرا دیدی؟ باز کت خو گم کردین؟ یا خدا، باز که همه چیز به هم ریختین. برات کت خو میگردم. 1000 دفعه به شما میگم وقتی از بیرون میاییم کت خو بزنیم به سر کدبند. هر صبح هم این جنجاله. حالا بگیرم پیدا کو که در شد سر کار من. خب کجا گدیشتین؟ خب من اگه میفهمیدم چرا طور صدا میکردم. تا همین خونه یا او اتاق، شاید هم همون، نمیفهم. خلاصه یک جای بگذاشتم دیگه. بفرمایید. هی خیر بید. دست شما. آخه کورتی جایی و به زیر بالشته. ما حمال 8 تا 9 تا المری و کدبند داریم. موبایلم نیه. موبایلم را ندیدی؟ باز موبایل نیه. زود باشه یک مسکالو بده ببینم کجاه. صدا از بیرون میایه. آخه جا گوشی تا جنونیه. دیروز که خریدم مثل که لون اونا بمونده. خب حالا گمش کن. میگم همین کلی موتر نیه. کلی من ندیدی؟ باز کلی موتر نیه. همینجا تاوش بس خونه مگره باشه. دیروز که همینجا کوشا خو بیرون میکردم با دستم بود. همینجا سیکو تو. کوشا خو به این چی بیرون کردین؟ جا کوش رو پینه. لنگ دیگه یور ندیدی؟ بفرمایید. خیر بینی. میگم خانم جان، حالا که دست پیدا خوب شده، بی زحمت همین کلی موتر رو پیدا کن. من امروز خیلی کار دارم. یک خروار غذا به گرد تیار کنم. این تعزی چه کار میکنه؟ اینجا بود. دیروز کدام دالز بند گفته رومیست، مثل گفته تدک. خیر بینی. میگم
همین پام فکر کنم از دیروز یک شماره کلانتر شده. بخی تکش جا نمیشه. جراب پاشمانیه. راستم میگی؟ میگم همین جرابا هم راه دیدی؟ نه کمش کن. نمام جراب. همین بیتره. برم خداحافظ که در شد. یعنی اگه خود یک بود ازدواج کرده بودم حال آدم شده بود. خدایا دست از این شلختگی ها از این چه کار کنم؟ انشاءالله که زنده باشین. زنده موندن هم هنریه به خودخو در این مملکت. و اما بعد راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چنین حکایت کردن که خبر داریم. با سلام به خدمت شما. از شما تقاضا میکنیم که همیت مستقیم بریم اخبار ما رو بشنوین. نخست سرنخ اخبار. روی حاضری وکلای پارلمان وایتیکس ریخته شده است و مراسم اسکار در هرات. و حال شرح اخبار. بر روی کتابچه حاضری نمایندگان مردم در پارلمان کشور وایتیکس ریخته شده است. بر اثر این اتفاق ناگوار که از سوی پیاده پارلمان صورت گرفته، خانه های حاضری بیش از 180 نماینده ملت از 6 ماه پیش تا کنون سفید شده است. جزئیات بیشتر از همکارم. بله بینندگان عزیز، در پی بی احتیاطی یکی از پیاده های شعبه پارلمان یک بوتل 5 لیتری از مایع سفید کننده وایتکس بر روی حاضری نمایندگان پارلمان ریخته شده و بر اثر این بی احتیاطی امضای بیشتر از 180 نماینده مردم در 6 ماه گذشته از بین رفته و تمامی خانه های حاضریشون سفید شده. ببینن تمامی خانه های حاضریشان سفید شده. ای خاک بر سر ای پیاده شعبه که ای اشتباه از سوی او صورت گرفته. این نمایندگان بدبخت و بیچاره هر روز رأس ساعت 8 صبح به سر وظیفه حاضر می شدند، ولی بر اثر یک اشتباه حاصل 6 ماه 8 صبح آمدن اونها از بین رفت و تمامی خانه های حاضریشان سفید شد. ببینن در همین رابطه با یکی از نمایندگان صحبتی داریم. جناب وکیل صاحب بفرمایید. جناب وکیل صاحب گفتنی شما در این رابطه چیه؟ شما رو به خدا سعی کنین. ما بدبخت بیچاره ها هر صبح 8 بیجه فیکس به دم پارلمان بودیم و حضوری خور امضا میکردیم. آخرم نگاه کنید زحمات 6 ماه ما به باد وایتکس دادن. یعنی خونه حضوری ما از 6 ماه پاک شد برفت. گریه نکنن جناب وکیل صاحب. به هر حال این مردم شکر درازگوش کنین، میبینن. اینا میبینن که شما چقدر همه روزه حاضری دارن به پارلمان. شما نگران نباشین، اینا حاضری و خدمات شما رو میبینن. بله دقیقاً. ما وکیل صاحبا یعنی از بس که عشق به خدمت داریم، از ساعت هر روز از ساعت 6 بیجه صبح ما بدم پارلمان شیشتیم، منتظریم که در واشه، همین تله تله کرده خور بندازیم به تا پارلمان و به این ملت خدمت کنیم. بله این همه شوق شما به خدمت مردم رو کشته و زخمی ساخته. خیر بینن. بله دقیقاً. ما حتی یک روزم غیر حضوری نداریم. یعنی شاید باور نکنین حتی روزا جمعه ساعت 8 بیجه بدم پارلمانه. بله من حتی شنیدم که یکی از نمایندگان مریض بوده ولی باز هم غیر حاضری نکرده. ای که چیزی نیه. انا خودم شخصا یک روز فوت کرده بودم بازم غیر حضوری نکردم. واقعا؟ بله ما عاشق خدمت به ملتیم. یعنی ما اگه خون مان بریزه یک روز غیر حضوری نمی کنیم. بیشک والا. یعنی همون معاش 6 7 8 هزار دلاری نوش جان شما والا. باور کنیم بر علاوه که ما حضوری روز دیشتیم شو هم میریم حضوری خود امضا میکنیم. همین دیشه و پریشه بود که مسابقه فوتبال بود. بله. یعنی با ای که خسته مونده هلاک از پارلمان آمده بودم بازم برفتم سر استیجی که جایزه ها میدادن.
هرچی اعلان میکردن که از سر استیج بیایم پایین، من به پررویی زدم. همین چارچنگولی استیج محکم بگرفته بودم که مردم ببینن که هستم. بله مردم میبینن، مردم شکر چشم دارن، ببینن حتما. حتی این مدالایی که میخواستم به فوتبالیستا بدن هم تکرفتم بسته همه چنگ زدم که خود به گردن اینا بندازم که تلویزیونا شکم سیر نشونده به مردم که من همیشه حضوری دارم. دیگه وکیل اینا همیشه به خدمت اینایه. بله دقیقاً، من خودم شاهدم که به زور مدال از شما گرفتن، از بس که شما شوق به خدمت دارین. بله دقیقاً. حالا نگاه کنیم ایت اتفاقی به سر از این حضوری ما افتاده. حالا نه تنها که 180 تا امضا وکیل صاحبا دیگه هم پاک شده. همه امضاها پاک شد. بله متاسفانه ما از مسئولین خواهان اشد مجازات برای این پیاده شعبه هستیم. الهی آمین. الهی به تیر غیب بخوره. الهی به زیر 73 خروار خاک بشه که زحمات 6 ماه ما به باد وایتکس داد. بله گزارشگر اشتخاص شد جوار یک تن از اینا. و حال ادامه اخبار. در شهر علم و فرهنگ و چکار و فلان، کارگاه خشتک دوزی غلام سخی و غلام قوس به تعدادی از شعرا و نویسندگان جایزه داد. این کارگاه خشتک دوزی به پاس خدمات فرهنگیان، شعرا، نویسندگان و گویندگان در محافل گوناگون برای این یخنکنده ها یک دانه یخن داد که دیگر یخنکنده نباشند. مسئولین فرهنگی این ولایت هم ضمن اینکه سالن‌های مختلف ریاستشان را به اختیار این کارگاه خشتک دوزی گذاشتند، از غلام سخی و غلام قوس بسیار ابراز امتنان کردند. یک تن از مسئولین فرهنگی شهر علم و فرهنگ و چکار و فلان در این محفل گفت یاره همیت یک محفل پربار فرهنگی بیخی چند سال بود که گرفته نشده بود. شیر مادر کارگاه خشتک دوزی غلام سخی و غلام قوس که از زحمات فرهنگیان قدردانی کردند. گفتنی است که در این محفل جای جناب فردوسی، حافظ شیرازی و سایر شعرایی که از قید قلم ماندند بسیار خالی بود. این بود اخبار ما. تا اخبار بعدی، خدا نگهدار. میگن آدم نباید به خاطر حل یک مشکل صورت مسئله پاک کنه. ولی ما نه تنها صورت مسئله پاک میکنیم، بلکه جاهای دیگه مسئله هم پاک میکنیم. از جمله صورت، کمر، شکم، خلاصه همه جای مسئله پاک میکنیم. گزارش داریم. جرایم جنایی بخصوص در بخش دزدی‌های داخل شهر چنان افزایش یافته که شما همونقدر با دوست آشنا به داخل سرک سر نمیخوری که با دوست سر میخوری. یعنی شما وقتی از خونه تا به سر کار میری اگر به طور دزد نخوری باید تعجب کنی. زندگی در چنین شرایطی خیلی سخته. مردم از دولت توقع امنیت دارن. توقع دارن که با ناامنی‌ها برخورد بشه. امروز آمدیم به سطح شهر تا از زبان خود مردم بشنویم که توقعشان در برخورد با مجرمین چیه. با ما باشید. سلام، نظر شما در مورد دزدهای داخل شهر چیه؟ به نام خدا به نظر بنده باید دست این دزدای نامرد قطع کنه. این دزدای نانجی باید دست اینا از شونه قلم بشه. اینا خیلی بی‌شرف و پست و بی‌وجدانه. این دزدا باید دست اینا از شونه قلم بشه. مثل که دل شما هم خیلی پره. خیلی برادر، این دزدا شرم و حیا ندارن. باور کنه این ماه پیشتر از سر کار میومد و میرفتم طرف خونه، دزد نامرد جلو ما گرفت، پول یک ماه زحمت مر زد و برد. خب من نمیگم تو بگو نباید دست این نامرد از شونه قلم بشه. واقعا خیلی متاسفم. ما روز تا شب زحمت میکشیم، پول یک ماه زحمت مر بم یک دقیقه میزنه و میبره. خب من نمیگم تو بگو، تو به خدا نباید دست این نامرد از شونه قلم بشه. بله خب باید با این ناامنی ها برخورد بشه، باید این مجرمین به جزای کار خود برسن. پول یک ماه زحمت مر زد و برد. من یک ماه زحمت کشیدم به یک لحظه از دست دادم. یعنی باور کن 45,000 دلار بم یک دقیقه میت زد و برد نامرد که بیخی نفهمیدم به کجا بره. خب من نمیگم تو بگو دست این نامرد نباید از شونه قلم بشه. 45,000 دلار؟ بله.
ولی شما که گفتین پول یک ماه کار شما رو برد. خب 45,000 دلار پول یک ماه کار ما بود. میبخشین شاید فضولی هم باشه، مگر کار شما چیه؟ بنده کارمند گمرک هستم. کارمند گمرک؟ چقدر معاش دارین مگه؟ ما ماهانه 15,000 افغانی. من نمیفهمم، معاش شما 45,000 دلار یا 15,000 افغانی؟ خب چیزه معاش ما 15,000 افغانیه که به دلار میشه 45,000 دلار. 15,000 افغانی میشه 45,000 دلار؟ بله. میبخشین ولی به شهر ما 77 افغانی میدی 1 دلار میگیری. این رقم که شما میگی افغانی به 3 دلاره، یعنی یک افغانی بدی 3 دلار میگیری. دیگه این رقم است که برو رمی پول معاش گمرک برکت داره. مثلا تو 15,000 افغانی ببری به صرفی 45,000 دلار میدم بهت. شما که راست میگی ولی ماله نداریم. گزارش شما در مورد دوزا بود. منظور من اینه که باید دست این دوزای نامرد از شونه قلم بشه. یعنی اگر به دست ما بدن دست اینا رو ازم شکم قطع میکنم. بله دست دوزا باید قطع بشه، چی دوز مسلح باشه چی هم دوز نیکتهی زده. دوز نیکتهی زده که نداره. حالا شاید دیدین باشه، به جنگل هر رقم حیوانی پیدا میشه. خیلی تشکر از شما، بفرمایید. سلام، شما خود معرفی کنین. سلام به شما، رشید هستم. رشید جان، در مورد این ناامنی ها و دزدی ها توقع شما از نیروهای امنیتی چیه؟ یعنی توقع خور بگم؟ بله ها، بگین چی توقعی از نیروهای امنیتی دارین؟ نه دیگه برار گمش کو. ما لکن یک چیزی میگم، همین مردم سبا به ما میگن اشته آدم پرتوقعی بودی. گمش کو، مصاحبه نمیکنم. نه برار، مشکلی نداره. حالا یکی توقعی زیاده یکی توقعی کمتره، شما هر توقعی دارین بگین. باز نمیگین که عجب آدم پرتوقعی بود؟ نه برار نمیگیم، بفرمایید. من توقعی که از نیرو امنیتی دارم که گمش کو، همون نگم بیتره. همین در همسایه مر به تلویزیون میبینن که توقع ما بالایه، باز از سوا حتمی به من میگن رشید توقع. گمش کو برار، مصاحبه نمیدم. نه برار، بینندگان ما آدم های منطقی هستن، اصلا همچین چیزی نمیگن. شما هر توقعی دارین بگین، هر چی هم توقع شما بالا باشه به تضمین میکنم که کسی اسم شما نگذاره رشید توقع. قوله، بفرمایید. باشه، من توقعی که از نیرو امنیتی دارم که شما به لیاز خدا فقط خود شما اختطافچی و دوز نباشیم. همی توقع خیلی بالایی بود نیه؟ هی خاک به سرمه که ایت آدم پر توقعی هستم. من که به شما بگفتم برار نغذار که من توقع خور بگم، تو اصرار کردی. حالا اگه من ایشته سبب جلو و می در همسایه به کوچه بیروشم. خاک به سرمه. من که میفهمم از سبا اسم من میشه رشید توقع. خاک به سرمه. سلام، به نظر شما وقتی مسئولین امنیتی یک دزد میگیرن باید با او چگونه برخورد کنن؟ با نظر من که برار مسئولین اولا که به نیروی امنیتی که کاسه دوزی میکنه، چرا دزد میگیرن؟ دوما که دزد میگیرن ایت محکم دستگیر بسته نکنن. باور کن جامی اولچک ایت پست میشه کمه. بعد از اون کور سوار رنجر میکنن، همه ایسی رنجر رو روشن کنن. تا رنجر خیلی گرمه. بعد اون کور میبرن به پست امنیتی، حداقل یک پیاله چای هلدار بدن. هم چای بدون هل تو رو به خدا کی مزه میده؟ میبخشین چی داری میگین شما؟ تو پرسان کردی که نیروهای امنیتی چی برخورده با دزد داشته باشن؟ ما هم توضیح میدم. چای هلدار بدم به دزد؟ هم چای بدون هل تو رو به خدا کی مزه میده؟ تو تصور کن که تو رو بگرفتن سوار کردن تا رنجر هم گرم اسیرم روشن نکردن. همین تو عرق کردی که سگ ورتش نشدی. بعد از من که تو رو میبرم به پست امنیتی، آخرم چای بدون هل بدن. تو رو به خدای انصافه. پس حقوق بشر به کجا شد؟ خب بعد از چای هلدار چیکار کنن؟ بعد از اون لطفا همین نیروهای امنیتی همین گوشی خور جواب بدن. باور کن 100 تا زنگ گوشی اینا میخوره بازم جواب نمیدن. خب یک دم دید یک کارتن کلون شهر پشت خط بود. متاسفانه نیروهای امنیتی گوشی خور خیلی در جواب میدن.
یک مشکل بسیار کلانیه. خب بگیرین شما همین خبرکشا یک گزارش در این مورد تیار کنین که همین نیروی امنیتی همین گوشا خورد جواب بدن تا که یک دزد بدبخت مجبور نباشه 2 ساعت به تن نظارتخانه بمونه. این رفتار انسانی نیه به نظرمه که شما گوشی خورور نداری. هسته شما خود معرفی میکنی؟ با نام خدا نصیرتنه هستم، یک تن از دوزان شریف شهر باستان. آها، پس دارین قاطرات خود تعریف میکنی؟ بگه به هر حال باید این معضلات داخل پست‌های امنیتی برطرف بشه تا که یک دزد بدبخت مثل من مجبور باشه 3 ساعت به تن نظارتخانه بمونه. اون فقط به خاطری که آمر حوزه گوشی خور جواب نمیده تا سفارش مر بکنن به او. پس حقوق بشر به کجا شد؟ خیلی تشکر از شما که معضلات دزدان گرامی درون پست‌های امنیتی با ما شریک ساختیم. ما امیدوارم مسئولین هر چیز زودتر به این مشکل رسیدگی کنن. خب بچم موبایل خور با زبان خوش میده و زبان تفنگچه. با زبان خوش، با زبان خوش. بار از ممکن کریب نمیکنه. بخیر بشو. شکر خدا انقدر بدبختی و مصیبت دیدیم که دیگه پست کلوف شدیم. پست هر کدوم ما کم از کم 7-8 لایه شده. نمایش داریم. سلام، خوبیم؟ بخیرین؟ سلامتی؟ سلام همه جان، خوبی خیریته؟ شکر، زنده باشیم. یک چند تا کارت برای شما آوردم. کارت چی همه جان؟ این کارت جنازه بچه مامو منه. راستی کدو بچه ماما تو؟ بچه مامو عبدالستار. آخیش چه کار شده بود؟ دزدا مسلح سر صبح دم شهر نور بکشتن. آخیش ولی که خیلی جوان بود. بیچاره خیلی جوان بود. این هم کارت جنازه بچه کاکا منه. اور چه کار شده؟ اور دزدا مسلح بشه و دم چهار را کشتن. ولی او هم که خیلی جوان بود. بنده خدا خیلی جوان بود. ولی این کارت جنازه بابو منه. این دیگه خدای جوان نبود. آخیش بابو تو فوت کرد؟ خودی که فوت نکرد، من تا دزدا مسلح اور به زور فوت داد. عجب. البته اگر از حق نگذریم بابو هم عمر خوبه کرده بود. شوروی خودی همون لشکر خو نتونست بابو مر فوت بده، ولی دزدا مسلح بابو مر فوت داد. خدا من بیامرزه. خدا بیامرزه. این هم کارت جنازه شو هم میمنه عبدالخالق. اور دیگه چه کار شده بود؟ او بنده خدا خونک زده بود، ریزش کرده بود. یعنی بم یک ریزش فوت کرد؟ ریزش کرده بود، برفته بود به بیرو به تک کوچه که بینی خود جاشو ما خالی خالی کنه. دزدا مسلح اور بکشتن. این هم کارت جنازه فرزاد دوماد مونه. ایرم دزدا مسلح کشتن؟ نه، این دزدا مسلح زخمی کردن، به شفاخانه فوت کرد. این هم کارت جنازه خسور منه. یعنی ایرم بکشتن؟ نه، او بنده خدا که هنوز زنده. من تا اوضاع شهر طوری شده که شاید احتمالاً تا سوا پس سوا او هم بگیر یک دزد مسلح چیزی بفته و او هم خدا بیامرز کنه. دیگه ما هم گفتیم از کارا کم پیش باشه. عجب. دیگه کارت نداری؟ نه دیگه، برای امروز همینا بود. باز بخیر ببینیم تا هفته دیگه چه کار میشه. واقعا تسلیت میگم. برای این هفته که غم آخر شما باشه. باز تا هفته دیگه ببینیم چی میشه. تشکر. بازم خدا خیر بده. این دزدا مسلح که هماهنگ بودن، این 5-6 نفر به می یکی درست کشتن. این رقم حداقل میشه که بهم یک بار فوت جنازه بگیرن، خرجم کمتر میشه. خب تشریف بیاریم بخیر. ها رستی به ابراهیم خان وکیل گذرم همین کارت جنازه نشون بدیم. اونا رو هم خود خوب بیاره. ابراهیم خان وکیل صاحب گذر؟ دیگه چون کارت کم بوده گفتم که به شما 2 نفر خود هم کارت بدم. او که اختطاف کردن خبر نداری مگه؟ رستی 2 روز میشه. عجب، من خبر ندارم. دقیقاً و شو که دزدا مسلح رفتن میخونه همین خلیفه اسحاق همسایه ما اطلاع زدن و به چهر بردن. سبای و اختطافچی هم ابراهیم خان رو بردن. او روز که همین مردم گفتن این صراف همسایه رو اختطاف کردن. نه، صراف خود صبحی بردن. ابراهیم خان رو بعد از چاش بردن. رسی خوب شد یادم اومد. بیا این هم کارت جنازه هم صرافه. خدا بیامرزه. ابراهیم خان هنوز یله نکردن؟ نه، او که هنوز 2 روز میشه. احتمالاً یله هم نکنه.
خوی ابراهیم خان سر و کله 20000 افغانی هم نمیارزید. از خانواده یا 200,000 دلار خواستن. پس بی زحمت هر وقت او را کشتن یک کارت جنازه برای من بفرستین. چشم. نام خدا این روز یک ذره کارت جنازه بدم خانم میای که اگه همیت ادامه پیدا کنه فکر کنم به زمستون دیگه به خیری ما به ایزام نیاز نداشته باشه. البته اگر خود شما تا زمستون برسین. هر که چانس بیارم به زمستون برسم دیگه. خب با اجازه ما برم که دیگه هم کارت هست بگره ببرم توزیع کنم. بخیر باش. خداحافظ. خداحافظ. خدای دزدان با هم خیلی همکاری دارن، خیلی هوای همدیگر دارن. مثلا دزدهای زمینی راههای زمینی رو ناامن میکنن تا به همکاران خود در بخش هوایی کمک کرده باشن. خدایا این همکاری و سوق اداره به مسئولین ما عنایت بفرما. الهی آمین. گزارش داریم. از برکت دعاهای ملت همیشه در سنگر، شکر خدا بلایای نازل شده برای کشور 1 2 تا 4 تا 5 تا 10 تا که نیه تا دل شما بخوای بلایه آسمانی، زمینی، دریایی، صحرایی، همه رقم. امروز ما این به یکی دیگر از بلایای آسمانی این کشور بپردازیم. همون بلایی که از برکت جو مافیایی کشور 4 برابر نرخ جهانی از مردم پول میگیره تا با جون اینو فوتبال بازی کنه. همون بلایی که به نرخ لندن پول میگیره و به نرخ شیندن خدمات میده. بله درست فهمیدین، منظورم خطوط هوایی این کشوره. امروز ما از مردم بپرسیم که چقدر از خدمات شرکت‌های هوایی راضی هستن. امروز ما از مردم بپرسیم که چقدر احساس امنیت میکنن وقتی با هواپیماهای این شرکت‌ها پرواز میکنن. لطفاً اگر کار دارین، کار امروز خود بندازیم به فردا و بشینین این گزارش ما رو ببینین. سلام به شما. سلام با خود شما. شما از خدمات شرکت‌های هوایی کشور راضی هستین؟ از خدمات شرکت هوایی؟ بله. بله ما 100% راضییم. واقعا؟ بله 100%. خدا خیر بده اونور. چرا راضی نباش؟ یعنی هیچ شکایتی ندارین؟ نه چی شکایت؟ خدا خیر بده اونور زحمت میکشن بنده و خدا. چرا شکایت؟ یعنی از تمام خدمات اینا راضی هستین؟ بله خدا خیر بده اونور. بنده خدا زحمت میکشن. خیر بینه. خب هیچی دیگه من راضیم دیگه. ببخشید. تشکر از شما. فقط میتونم یک خواهشی از این شرکت‌های هوایی داشته باشم. بفرمایید. از این شرکت‌های هوایی من خواهش میکنم که همین روز جمعه که میاد بی زحمت همین هوا رو صاف کنن. آخر روز جمعه عروسی منه. اگه ابروش و بارش ببره همه جا گلولای میشه میمونه و به حساب میشه. باز بخیر عزیز شنبه من میگم همین بارش ببره که همه زمینامو سیره شه. دیگه یک تشکری خاص دارم از شرکت هوایی. برا چی میگی؟ شرکت‌های هوایی هوا رو صاف کنه؟ ها دیگه آخر روز جمعه عروسی منه. بی زحمت همین روز جمعه هوا رو صاف کنن که بارش نباره. الهی خیر ببینن. باز بعد از همین ببره که میگم دل یخ کنه. برا شما اصلا منظور من از شرکت‌های هوایی فهمیدین؟ ها دیگه خود تو گفتی شرکت‌های هوایی. یعنی شرکت‌هایی که هوا رو نه خیر. شرکت‌های هوایی یعنی شرکت‌های مسافربری هوایی. یعنی هواپیما، طیاره. خب اور میگی؟ بله. خب از اول بگو برو. خب من از اون شرکت‌ها هم بسیار راضیم. شما تا حالا با طیاره سفر رفتی؟ نه خدا مر بکشه اگه سفر رفته باشم با طیاره. خب وقتی که نرفتی پس چی رقم میگی که از خدمات اینا راضی هستی؟ نه خود درسته که طیاره نشیشتم ولی تا اسمان خود بیدم بسیار راضیم. فقط میتونم هم یک خواهشی هم از این صاحب طیاره داشته باشم. بفرمایید. از این صاحب طیاره خواهش میکنم کمی طیاره خور بزغارن رو لرزه. بگذارن رو لرزه؟ ها آخه می خونه ما نزدیک میدون طیاره‌ایه. شو که این طیاره میآین خیلی سر و صدا میکنن. بی زحمت این طیاره خور بزغارن رو لرزه. همین پسمرگی هم این زنگ که میامد خیلی سر و صدا میکرد.
پا دادم دست بچه برار خود این به همه گفت بزگشتم رو لرزه. حالا دیگه زن که میه خیلی سر و صدا نمیکنه دیگه. اگه می صاحب تایرها هم همین تایرها خور بزغارن رو لرزه که خیلی خوب میشه دیگه. تشکر، ما از شما هم خیلی ریزیم. سلام، آیا شما از خدمات شرکت‌های هوایی کشور راضی هستی؟ و علیکم. بله برادر، ما واقعا از اونا تشکر میکنیم. خیلی انسان‌های شریفی هستن. خیلی ما از اونا راضیم. ولی بعضی میگن که اصلا خدمات درستی ندارن، میگن اصلا به فکر مسافرین خو نیستن. دروغ میگن. اتفاقا خیلی هم به فکر مسافرین خو هستم. همین خودمه هفته پیشتر از کابل ما بیام به ایراد، رفتم به میدون هوایی که تکت بگیرم. $30 گذاشتم، گفت که تکت خلاص شده، چوکی خیلی هم نداریم. یک $30 دیگه گذاشتم به روی و عاجل تکت بداد به من. ولی او که گفته بود چکی خیلی نداره. نه خوب، چون اونا خیلی به فکر مسافرین خواستن، به خاطر من رفت گوشه یکی از مسافرار گرفت، مثل جوجه گربه بری او از سیاره بیرون انداخت، چوکی رو بداد به من. ما واقعا از اونا راضی هستیم. یار خیر بینن. سلام، آیا تا به حال با هواپیما سفر داخلی داشتین؟ بله سه. خب از خدمات شرکت‌های هوایی راضی هستی؟ بله 100%. یعنی هیچ انتقاد و شکایتی ندارین؟ نه اصلا. هیچ گفتنی هم ندارین؟ فقط یک چند تا خواهش دارم از این مسئولین شرکت‌های هوایی. بفرمایید. فقط خواهش میکنم که مثلا روز شنبه تکت میگیریم برای پرواز، حداقل تا پنجشنبه بیشتر تاخیر نداشته باشه. یعنی کار بکنین که شو جماعت اکثر آدم به مقصد برسه. خواهش دیگه که دارم اینه که به همین کارمندا خو بگم همین چمدونا مسافرا خودی توپ فوتبال اشتباه نگیرن، از فاصله 2 متر بیشتر پرتاب نکنن. خواهش دیگه هم که دارم اینه که همین تیارها سوراخ و ماشین جمع کرده به هوا نکنن. به خدا تیاری که موتور خراب باشه مسافر به مقصد نمیرسونه. یعنی با تمام این احوال هنوز هم از شرکت‌های هوایی راضی هستی؟ دیگه همین که تا حال اگه نفس میکشیم و چند بار به این تیارها سفر کردیم و سقوط نکردیم، همین هم غنیمت برده. بله، تشکر از شما. قربان شما. بله بینندگان عزیز، به خاطری که توازن در گزارش ما برقرار بشه آمدیم به دفتر یک تن از مسئولین شرکت‌های هوایی کشور تا نظر ایشان را هم با خود داشته باشیم. جناب مسئول صاحب، بعضی از مردم میگن که طیاره‌های شما بسیار فرسوده شده. نظر شما چیه؟ نظر من این است که هر کس گفته بد کرده. طیاره‌های ما اصلا هم فرسوده نیست. ولی همین دیروز مسافرین میگن که یکی از طیاره‌های شما میخواسته حرکت کنه ولی نتونسته بلند بشه. خب زورش نکشید. همین درست پیش هم میگن که یکی دیگه از طیاره‌های شما در مسیر راه یکی از موتورهای رو از کار میفته. خب گرم آمده بود. همین 2 هفته پیش هم یکی دیگه از طیاره‌های شما میگن در آسمان یکی از موتورهای رو آتش میگیره. خب داغ آمده بود. یعنی با تمام اتفاقات هنوز هم میگین که هواپیماهای شما فرسوده نشدن؟ نه خیر، اصلا هم فرسوده نیست. ببخشید شما به چی میگین فرسوده؟ هر وقت که طیاره از وسط شق خورده باشه و کمر شکسته باشه اون میشه فرسوده. که شکر خدا هیچ یک از طیاره‌های ما از وسط شق نخورده و دونیم نشده. یکی از طیاره‌های ما درس کرده بود، منتها ما او را والدین کاری کردیم. شکر خدا حالا یک جور طیار است. خب حداقل قبول دارین که طیاره‌های شما مشکل تکنیکی داره و این میتونه خیلی خطرناک باشه. نه خیر، شکر خدا هیچ یک از طیاره‌های ما مشکل تکنیکی نداره. یعنی که موتور طیاره شما از کار بفته و آتش بگیره و خود طیاره شما نتونه از زمین بلند بشه، این مشکل تکنیکی نیه؟ نه خیر، تکنیکی نیست. پس چیست؟ نصیب و قسمت است که شکر ما برای مبارزه با نصیب و قسمت هر بار قبل از پرواز برای طیاره‌های خود اسپنج جود میکنه که از بلایا در امان بمانه. شما کی ما این طیاره هایی که با اسپندود کردن بیمه میشن رو کنار بگذارین و طیاره نو بخرین؟ هر وقت که انشالله یا سقوط کنه باز ما طیاره نو لیلامه میخریم.
گزارشگر اشتخا شد داخل دفتر شرکت هوایی انشالله آیرلاین. اگر بیننده برنامه اشتخا شد از طریق صفحه یوتیوب شبکه تلویزیونی عصر در یوتیوب هستین، لطفاً سابسکرایب صفر فراموش نکنین. اگر نظری، پیشنهادی و یا انتقادی داشتین حتما به ما بفرستین. در فیسبوک پیج برنامه اشتخا شد لایک بزنین و از طریق کانال تلگرام شبکه تلویزیونی عصر بخش‌های برنامه اشتخا شد و دیگر معلومات راجع به برنامه‌های شبکه تلویزیونی عصر دریافت بکنین. تا برنامه هفته بعد، خدا نگهدار. اشتخا شد که ما شب ما را، اشتخا شد که ما شب ما را، دست به دست اگر دهیم مشکلا شب آسان، دست به دست اگر دهیم مشکلا شب آسان. من و تو ما نشویم که میشه این در باز، من و تو ما نشویم که میشه این در باز. لانه هست کاشانه هست هر جا بری این خانه هست، لانه هست کاشانه هست هر جا بری این خانه هست. پس بسازیم خانه را این گنج جاودانه را، پس بسازیم خانه را عشق بخشت این خانه را. اشتخا شد